به نام پروردگار یکتای بی همتا، خوشحالم که ما میهمان دلهای شما هستیم با برنامه متحاشیه این هفته، کاری از گروه سیاسی شبکه 3 سیما. بابا به جای پرت و پلاهای معرفی درست حسابی می‌کردی دیگه. از برنامه قبلی هنوز نتونستی یه معرفی بکنی ما رو. مسلماً یه سری عقب افتادگی هم از برنامه قبلی داریم که همینجوری تلمبار شده. در کنار بنده این هفته جناب آقای دکتر حضور دارند. ما این هفته گفتگوی خیلی خوبی رو با ایشون خواهیم داشت درباره برنامه محوری و نامزدهایی که در انتخابات شرکت میکنن. آقای دکتر خیلی خوش آمد. خوش که نیومدم، به زور پا شدم اومدم اونجا، چون بالاخره مقام عضو گفته یه سری برنامه جور کنیم برای روزای انتخابات. درود بر شما. آقای دکتر، خدمت شما عرض شود یه مقداری از حال و هوای این برنامه‌ها برای بینندگان ما توضیح فرمایید که اصلا این برنامه‌ها با چه اهدافی تدوین شده و تدارک دیده شده. با همین هدف که کاندیدا رو با پاشنکش هم که شده جا بندازیم. بعضیشون البته مثل سبزعلی رضایی از جا افتادن دیگه گذشتن، از چند تا انتخابات قبلی همینطوری مونده و یواش یواش بوی ترشیدگی گرفته. مرحوم عووی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن که مشنگه پرسیدن پارسال جشن تولد بچه چه کار کردی؟ گفت هیچی، بردمش کیش. گفتن ایول بابا خیلی کار درسته، امسال چه کار میکنی؟ گفت هیچی، میرم میارمش. طرف از چند دور قبل همینطوری کاندید مونده. خلاصه میخوام بگم جا انداختن این کاندیدای مشنگ تو ظرف چند تا برنامه کار آسونی نیست. یعنی یک ظرف محدودیه با یک شرایط مشخصی، باید بر اساس اون ببینیم که آیا شدنی هست یا نه. خب این اصلا شدنیه بر اساس قوانین. نه دیگه، بدبختی عضوام همینه. به خاطر همینم آرزوش اینه که حالا که انتخابات ریاست جمهوری عین جام جهانی 4 سال یه باره، کاش باقی چیزاش هم مثل جام جهانی باشه. یعنی هر بار تو یک کشور ما هم تو مقدماتی هست شیم که به انتخابات نرسیم. بسیار عالی. خیلی فکر کنم که توضیح کامل جامعی دادید که کدوار خیلی از سوالاتی که من می‌خواستم مطرح بکنم شما اشاره فرمودید. خب قطعاً رسانه ملی هم توی فرصت باقی مانده تا روز انتخابات با همه توان داره کار میکنه و کاندیداها رو میاره، حالا در برنامه‌های تلویزیونی زنده تولیدی با مردم صحبت میکنن. کی زرقامی خودش به در اینا رو کجا ببره؟ مگه ندیدی تو طراحی مناظره چه شاهکاری زد؟ الان صحبتش هست که اسکار کارگردانی فیلم کمدی رو بدن به زرقامی. خلاصه شود مشنگی کاندیدا با خنگبازی این زرقامی دل مقام عظما رو شکست. کاش دلش رو میشکست که فقط یکی داره، دندوناش هم شکست که 32 تا داره، یعنی داشت. بلایی به سر عضوا آوردن که الان گیجه. عین این بوکسورایی که آپرکات سنگین نشسته زیر چونشون ولی هنوز فرصت نکردن بیفتن کف رینگ ولو بشن. تفلی الان زندگیش تیره و تار شده، دست چپ و راستش هم دیگه حس نمیکنه. بالاخره تو زندگیش میبینه که مثلا 8 گرو 9 شده یا اینکه اوضاع مقداری بهتر شده، اینا رو حس میکنه. خب بدبختیش هم همینه. ولی این وسط فکر کنم تو هم یه کمی تعادلت به هم خورده گیج میزنی. موضوع بحثو که گم نکردی. داریم درباره برنامه محوری نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری با شما صحبت میکنیم. آقای دکتر، شما بالاخره خودتون شخصیت اقتصادی هستید و مدیریت‌های اقتصادی هم زیاد داشتید. من میخوام بدونم که در شرایط فعلی کشور ما یک برنامه خوب برای ریاست جمهوری آینده داره چه ویژگی هایی میتونه باشه؟ هیچی، ولی فقیه محور باشه. یار خب خیلی کامل جامعه. چکرم. آقا شما رأی میدید. خودت لوس نکو، خودمونی هم نشو با من ها. مثل که خیلی به رو دادم. ببین چقدر وقت داریم، جا برای سوال بازم هست یا نه؟ آقا 2 دقیقه دیگه فرصت داریم، یکم بیشتر شرایط بین‌المللی هم یه مقدار راجعش صحبت بکنیم. شرایط بین‌المللی الان برای ما خیلی عالیه. تحریما یعنی همون کاغذ پاره ها از سر و کولمون دارن میرن بالا. فروش نفت هم انقدر کم شده که دیگه لازم نیست بریم دنبال کشتی و اینا، با دبه میتونیم بفروشیم. وضعیت ارز و دلار هم من نمیدونم چجوری بگم که این حالیش بشه. از رو عکس اسکناس ها میگم شاید بفهمی. 3000 تا امام بدی میشه یه آمریکایی. فهمیدی یا نه؟ بشارم که پیغام داده یه جا برام نگه دارین اونجا، ممکنه کاخم و این روزا از این بگیرن وسایلمو بریزن تو خیابون. تو عراق هم که بدبختیای نوری کم بود، مارتین فلک زدم اومده روش. شما خلاصه میخوام بهت بگم که یه تصویر کلی اینجوری داشته باش از وضعیت.
شما پلن کلی رو تشریح کردید، حالا جزء به جزء. دیدی گفتم گیجی خیلی اوضاع استراتژیکی شیکی داریم. حالا توضیحشم دوباره بدم، تشریحشم بکنم. ناکس مقام عضو خیلی خوش قیافه است، دم پنجره‌ام بشینه بدبخت بیچاره. تموم کن برنامه رو دیگه. فرصت تموم. خب عزت زیاد.